ارور استیچینگ که اصلا جزء جدایی ناپذیره، یعنی اصلا در هم تنیده است. چیزی که بهش میگیم بکوارد چینینگ، یه فوروارد چینینگ داریم، یه حالت ریورس میتونه داشته باشه، برگشتی داشته باشه. اسمشو تو فارسی مثلا بذاریم زنجیره سازی معکوس. منظورمون هم اینه که به هر حال شما یه مؤلفه هایی رو دارید، یه عناصری رو دارید، یه دانه های زنجیری رو دارید در کل این زنجیر. حالا تسلط باید به تک تک اینا ایجاد بشه و همواره تو زنجیره سازی معکوس برخلاف زنجیره سازی مستقیم شما از ته شروع میکنید. یعنی از آخرین اقدامی که فرد باید انجام بده که نشون بده اون تکلیف رو داره درست انجام میده. پس ابتدا آخرین مرحله آموزش داده میشه. باز میتونید شما از همون DTT استفاده بکنید، یعنی تکلیف رو خرد کردید به اجزایش، حالا چیکار میکنید؟ از اون آخری شروع میکنید و هی دونه دونه بر اساس DTT میاید برسید به پایینی. باز تو رفتارهای روزمره، به ویژه توی بچه‌هایی که LD هستن، میخواید اصلاحات آواشناسی رو انجام بدید. تمرین خیلی ساده، فرض بکنید بحث سیلابیفیکیشن هستش و رایمینگ، یعنی کودک یاد بگیره که هم کلمات رو بخش بکنه، هم بتونه کلمات همقافیه رو چیز بکنه که میتونه مثلا تکلیف خوب باشه برای ارتقاء آگاهی واج‌شناختی توی بچه‌هایی که LD هستن. شما میاد مثلا یک کلمه دو بخشی رو انتخاب میکنید، مثلا آب گوشت، نمیدونم سیگار. خب با گاره شروع میکنید، با گوشته شروع میکنید. خب گوشته که خودش میتونه یه چیز معنیدار باشه، کودک تصویر گوشت رو فی‌الواقع چیز بکنه، خود واژه گوشت رو تکرار بکنه و وقتی که شما میگید آبگوشت کودک بخش بکنه، ولی آبش رو نگه، بخش دوم رو ابتدا بگه. یعنی شما به جای اینکه اول بگید آب گوشت بگید گوشت و بعد مثلا بگید آب. حالا فرض کنید مثلا هم سیگاره، حالا چه کلماتی رو داریم شبیه گاره؟ مثلا آره ماره، باره، داره. یعنی تکلیف رو به این صورت از ته میایید به فی‌الواقع ابتدا. تسلط کودک خیلی بهتر و موثرتر چی میشه؟ ایجاد میشه. عنوان برنامه لواس DTT نیست. DTT عملا تو برنامه لواس الا ماشاءالله استفاده میشه، گفتیم مبدش فی‌الواقع لواس هستش. ولی برنامه لواس چی هستش؟ برنامه لواس چیزی است که تحت عنوان Early and Intensive Behavioral Intervention یا EIBI ازش یاد میکنیم. حالا مثلا بگیم مداخله رفتاری اولیه و متمرکز. متمرکز منظور اینه که خیلی اینتنسیوه، خیلی فشرده است. این بحث فی‌الواقع اینتنسیو بودن اشاره داره به اون تا 40 ساعت در هفته. یعنی کودک 5 ساعت در روز از 2-3 سالگی 8 ساعت در روز بره و این برنامه رو چیکار بکنه؟ دریافت بکنه. پس به این میگیم برنامه. تقویم داره، زمانبندی داره، مؤلفه‌های اصلی، تکنیک‌های اصلی. پس این میشه اون برنامه لواس EIBI. وگرنه DTT نه تنها تو این برنامه به کار میره، تو بسیاری از برنامه‌های دیگه هم شما ممکنه چیز رو به کار ببرید. به عنوان یه تکنیک انفرادی هم فارغ از هر برنامه به این شکلی شما به فراخور ارزیابی که انجام دادی، همونطوری که از ارور استیچینگ استفاده میکنی، از DTT هم چیکار بکنی؟ استفاده بکنی. همان گونه که از ارزم به حضورتون زنجیره سازی معکوس استفاده میکنی، از این هم استفاده بکنی. ولی وقتی که میاد دیگه مشخص میشه که از چه سنی ما پذیرش میکنیم، چند ساعت در هفته میخوایم ارائه بکنیم، آموزشامون حول چه محورایی است. مثلا سال اول فرضاً سال اول ورود میپردازیم به عنوان مثال به رشد مهارت‌های ارتباطی، سال اول میپردازیم مثلا به رشد اون چیزی که بهش میگیم توجه مشترک، و سال دوم و سال سوم چی؟ و سال سوم مثلا به بچه‌ها میگیم خداحافظ و ترخیصشون میکنیم. این هست که میگیم برنامه. یعنی گاهی اوقات ما از لفظ برنامه استفاده میکنیم ولی میبینیم اون چیزی که داریم توضیح میدیم این که برنامه نیست، یک تکنیک
فی‌الواقع هست. میگیم ABA حتی یک روش نیست، ABA یک نگاهه، ABA یک رویکرده، ABA یک مکتب هستش که شما حالا سعی میکنید توی برنامه‌های مختلفتون اون رویکرد رو ساری و جاری بکنید. پس این EAIBI یا برنامه مداخله رفتاری اولیه حالا میشه مثلا بذارید زود هنگام. بس در واقع این هستش که تو سن بسیار شما دیگه نمیتونید به یه کودک 10 ساله داشته باشید اینجا و بگید که ما داریم EIBI چیز میکنیم. حالا اسمشو هر چی میتونید بذارید ولی دیگه EIBI نمیتونید بگذارید، چون EIBI میگیم که اصلا 2 سالگی پذیرش میشن، 6 سالگی دیگه از این برنامه خارج میشن. پس 20 تا 40 ساعت در هفته هستش. میبینید عملاً خب آموزش بسیار دشواری است. یکی از نقدهایی که به لباس میشه هم به همین برمیگرده که آقا 20 ساعت تا 40 ساعت در هفته برای بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله اصلا شکنجه است. به هر حال اون گروه هایی که به هر حال از طریق حمایت های این شکلی از کودکان طیف اوتیسم سعی میکنن خودشون رو بزرگ بکنن، منابع جذب بکنن، این گونه به این گونه برنامه ها انتقاد میکنن. عملاً اون کسایی که بیشتر میخوان اوتیسم رو در حوزه به قول معروف دایورسیتی مورد توجه قرار بدن، در حوزه تنوع رفتاری، یعنی تا کی ما مثلا بحث نوروتیپیکال رو خیلی محدود بگیریم، چون هر چقدر شما این چیزی که بهش میگیم نوروتیپیکال، کسی که به لحاظ نورولوژیکی تیپیکه، نرماله، سالم هستش، این دایره، این محدوده، این کاناله هر چقدر تنگتر باشه خب یه مقدار کار دشوارتر میشه دیگه. اینو یه خورده باز بکنید، منم که یه 2 تا مثلا تیکه اینجوری دارم تو این دایره قرار میگیرم، اون یکی هم که حالا مثلا 2 تا آوا رو تکرار میکنه تا ارتباط کلامیش رو شروع کنه، اونم باز تو این دایره قرار میگیره. اینی هم که همش سرش پایینه و صحبت میکنه، ارتباط چشمی برقرار نمیکنه و گاهی اوقات هم مثلا یه استیمینگ های حرکتی یا کلامی داره، اینم باز تو این دایره قرار میگیره. به هر حال 2 تا دید و 2 تا نگرش شما به عنوان دانشجویان تحصیلات تکمیلی کودکان استثنایی باید در جریانش باشید، فلسفهش رو بدونید.